پیمان ملی تاجیکستان سرکوب کشتارها در بدخشان را نسل کشی نامید. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان از بازداشت یک کارمند نشأه جلاب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد. ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان در دوره پاندمی 2 ساله گذشته نزدیک به 14 میلیون دلار کمک کرده است. گردش تجارتی خارجی تاجیکستان 2 میلیارد و 735 میلیون و 900 هزار دلار را تشکیل داده است. 6 پهلوان تاجیک در رشته دیزیودا در اولانباتار مغولستان شرکت می‌کنند. پیمان ملی تاجیکستان با پخش بیانیه سرکوب، تعقیب، شکنجه، بازداشت‌ها و قتل و ترور از جانب مقامات در بدخشان را شدیداً محکوم کرد و آن را نسل کشی یعنی گنوسید نامید. پیمان ملی تاجیکستان با طلب خروج بلافاصله نیروهای نظامی از بدخشان گفته است حکومت با کارش تخم کینه و عداوت بین اقوام و حس نفرت بین محلها را دامن میزند و زمینه ناآرامی ها و بی‌ثباتی های بعدی را فراهم می آورد. در بیانیه آمده است که پیمان ملی تاجیکستان سرکوب وحشیانه و سیستماتیکی حکومت تاجیکستان از جمله تعقیب و شکنجه، بازداشت و حبس‌های طولانی و قتل و ترور علیه مردم بدخشان را شدیداً محکوم کرده آن را برابر به نسل کشی قومی می‌داند. بنابراین از حکومت قاطعانه طلب می‌نماید که در عرصه وقت نیروهای نظامی را از بدخشان بیرون برده به سرکوب مردم بدخشان پایان دهد. پیمان ملی تاجیکستان حکومت تاجیکستان را با رهبری امامعلی رحمان سببگاری اصلی ناآرامی ها در بدخشان دانسته نوشته است که با این اقدام سرکوبگرانه و فاجعه بار خود علیه مردم شریف بدخشان که در طول تاریخ تاکنون با مردم دیگر مناطق تاجیکستان در همزیستی و صلح و دوستی به سر میبرند، نه تنها تخم کینه و عداوت بین اقوام و حس نفرت بین محلها را دامن میزند، بلکه زمینه ناآرامی ها و بی‌ثباتی های بعدی را فراهم می آورد که ضررش به تمام ملت خواهد رسید. شکل پره این بیانیه را می توانید در پایگاه پیام نقطه net بخوانید. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان از بازداشت یک کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هنگام انتقال مواد مخدر خبر داده است. خدمات مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر قرقیزستان ضمن یک عملیات گروهی نشأه جلابان را بازداشت کرده است که یک کارمند پلیس تاجیکستان نیز عضو این گروه بوده است. خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان اطلاع داده است نشأه جلابان به انتقال و فروش مقدار زیادی مواد مخدر استحصال افغانستان از تاجیکستان به قرقیزستان و سپس به قزاقستان مشغول بوده اند. طبق این خبر عملیات پیگیری گروه جنایتکار مدت 1 سال ادامه کرده است. گفته می شود از بازداشت شدگان 33 کیلو و 241 گرم مواد نشأه آور مصادره شده است که 11 کیلو و 299 گرم آن افیون و 21 کیلو و 942 گرمش حشیش می باشد. میزان کمک های ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان در دوره پاندمی 2 ساله گذشته به 14 میلیون دلار نزدیک شده است. پیتر رایلی مدیر نمایندگی یوسایت در تاجیکستان در یک اظهاراتش که از جانب دفتر مطبوعاتی سفارت ایالات متحده آمریکا روز 13 ایون نشر شد گفت بسته آخرین کمک ها در حجم 1.5 میلیون دلار برای دستگیری تلاش های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روانه خواهد شد. رایلی گفته است کمک های 2 سال آخر بر اساس یک برنامه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن تقدیم شده برای آسان کردن پیامدهای پاندمی کووید 19 هم در ساحه تندرستی و هم اقتصاد تاجیکستان روانه شده اند. تاکید شده است که در دایره این کمک ها ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان لوازمات تعجیلی برای پیشگیری و مبارزه با سرایت ها و افزایش تست های سنجشی کووید 19 تامین کارمندان طب با تجهیزات محافظتی، تامینات اکسیژن، مجهز کنی لابراتوری ها، مبارزه با اطلاع بر دروغ و دیگر بخش‌ها روانه شده است. طبق نتیجه های 5 ماه سال جاری گردش سودای خارجی جمهوری تاجیکستان 2 میلیارد و 735 میلیون و 900 هزار دلار را تشکیل داده نسبت به 1 سال پیش 4.4% یا 115 میلیون و 100 هزار دلار زیاد بوده است. بنا به معلومات دپارتمنت های بلاک اقتصادی تاجیکستان توازن سودا منفی بوده 1 میلیارد و 39 میلیون و 500 هزار دلار را تشکیل داد. صادرات کالا در این دوره 848 میلیون و 200 هزار دلار را تشکیل داده نشان داد 25% کم و 283 میلیون و 300 هزار دلار را تشکیل داده است.
واردات 1 میلیارد و 887 میلیون و 700 هزار دلار را تشکیل داده، نشان داد 26.7% افزایش را در بر میگیرد و به 398 میلیون و 400 هزار دلار رسیده است. گفتنی است روسیه با گردشی 611 میلیون و 300 هزار دلار، قزاقستان با گردشی 544 میلیون و 600 هزار دلار و کشور چین با گردشی 550 میلیون دلار شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان می باشند. 6 پهلوان تاجیک در رشته دیوجودو در سلسله گراند سلام شرکت می کنند. این مسابقه روزهای 24-26 ایون سال جاری در شهر اولانباتار پایتخت مغولستان برگزار می شود. بنا به اطلاع فدراسیون دیوجودوی تاجیکستان، کشور ما را در این مسابقه شهباز سید ابراروف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، شادمان رضایف، کامرانشاه استاپریان و امیرجان نسیم جان نمایندگی می کنند. باید گفت که بهروز خواجه‌زاده پس از تنفس بر اثر بهبود جراحت به ورزش کلان برمیگردد. در مجموع در این مسابقه شرکت حدود 200 ورزشکار از 27 کشور جهان در نظر است. مرحله های باقی مانده این مسابقه در موسم امساله در بوداپشت، زاگرب، ابوظبی، باکو و توکیو برگزار می شوند. این بود شرح خبرها تا این دم. با ما باشید.